سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من نیلوفر هستم و از این بعد قراره تو این کانال با هم دیگه در مورد دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی و تمام مباحثی که در مورد این حوزه هست بیشتر با هم صحبت بکنیم. پس اگه به این موضوع علاقه داری حتما کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله پایینم بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. امروز اومدم در مورد سوال رایجی که توی این حوزه هست به راحتی باهاتون صحبت بکنم و یک جواب خیلی ساده بهتون بدم. این که آیا طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی یکیان؟ 100% جواب نه هستش. شباهتایی به همدیگه دارن اما خب تفاوت‌هاشون هم اساسیه. ببین دوستان، اینو شما باید بدونین که به عنوان یک طراح داخلی یک رشته تخصصی رو شما دنبال میکنین. یعنی اینکه شما با تغییر ساختار سر و کار دارین، ساختار فضا، مثل تغییر دادن پلن، جابجا کردن دیوارها و ستونها و در واقع تغییرات بزرگی که توی یک فضا ایجاد میشه. به عنوان یک طراح داخلی این کار شماست. و اینکه بعد از همه این تغییرات، طراحی سیستم برقکشی، تهویه، نور، همه جزء کارهایی که یک طراح داخلی انجام میده که 100% با همکاری مهندسین معمار و عمران اینجور پروژه ها در واقع توشون همکاری هست، انجام میدن. محاسباتی باید انجام بشه، مجوزاتی باید گرفته بشه و شروع و پایان اینجور پروژه حتما با همکاری چندین مهندس متخصص هستش. پس در واقع باید اینو بدونید که طراحی داخلی یک رشته تخصصی، علمی و حتی هنری هستش. بله، هنری به خاطر اینکه ذوق، سلیقه و در واقع قدرت تصویرسازی و درک از فضا یکی از نکاتی هستش که یک طراح داخلی باید خیلی بهش مسلط باشه. اینکه حالا سلیقه و ذوق و استعداد یکی از شاید میشه گفت حرفای اصلی رو هم توی این رشته میزنه، خب بحثش جداست. و اینکه در واقع اگر فکر میکنید که طراح داخلی هستید و دوست دارین توی رشته‌های معماری، یعنی در واقع توی 2 تا حوزه همزمان فعالیت بکنید، حتما اینو بهتون پیشنهاد میکنم. اگه دانشجو رشته معماری هستید میتونید حالا در طی تحصیل یا بعد از اتمام تحصیل توی دوره‌های تخصصی طراحی داخلی شرکت کنید که مدارک معتبری هم میدن و خیلی هم خوبه، به پیشرفت کارتون کمک میکنه، کارتون رو راحت تر میکنه و گرفتن پروژه ها هم باز دوباره البته براتون آسان تر میشه. و در واقع به عنوان یک طراح داخلی کار شما در کنار از زیباسازی در فضا اینه که یک فضاییه که در واقع عملکردی باشه، درست باشه، طراحی شده باشه، از فضا درست استفاده شده باشه. همه اینا کارهایی هستش که با تغییر پلان ها طبق اصول و در واقع قوانینی که مربوط به نظام مهندسی هستش باید این پلن ها تغییر داده بشه، که این هم جزء درس هایی است که باید پاس بشه. یعنی شما باید به قوانین نظام مهندسی برای طراحی پلناتون آگاه باشید تا بتونین مجوزش رو بگیرین. و اینکه واسه همین گفتم که این رشته به شدت تخصصی هستش و احتیاج به تحصیلات آکادمیک داره. و اما دکوراسیون داخلی بیشتر میره به سمت زیباسازی و اینکه به عنوان یک دکوراتور داخلی با تغییر دادن متریال ها، جابجا کردن مثلا مبلمان، تغییر رنگ ها، مثلا تغییر رنگ پرده، دیوار خونه، مبلمان. و البته این هم بستگی به این داره یا در واقع این رو میطلبه که شما حتما در مورد سبک‌های مختلف دکوراسیون داخلی آگاه باشین، یعنی بشناسین، مثلا بدونین سبک مدرن چیه، چه مدلیه، چه رنگ‌هایی توش به کار میره، برای چه فضاهای خوبه، نیوکلاسیک چطوریه، مثلا اسکاندیناوی، بوهو، و اینکه اصلا مربوط به چه فضاهایی هستن، چه ترکیب رنگ‌هایی دارن، چه مدل متریال‌هایی
هایی باید ازشون استفاده بشه. ولی خب اینجور مطالب و شناخت اینجور سبک ها به راحتی با دوره های کوچیک هستش، حالا آموزشگاه های مختلف این رو میذارن و حتی فکر میکنم توی ایران سازمان فنی حرفه‌ای هم بشه اینجور رشته رو پیدا کرد و دورش رو گذرون. خیلی راحت میتونید مسلط بشین به سبک‌های مختلف، به در واقع روانشناسی رنگ ها رو تا حدودی یاد میگیرید و خب خیلی راحت میتونید سریع وارد بازار کار بشین و حتما یک تحصیلات آکادمی خیلی بالا و تخصصی حتما نمیخواد و 100% هم میتونید با طراحان داخلی همکاری داشته باشین که حتما این رو بهتون پیشنهاد میکنم و اینکه حتی بهتون کمک میکنه بهتر وارد بازار کار شین، بیشتر در واقع آگاهیتون و علمتون حتی عمیق‌تر بشه و شاید حتی دیدین علاقتون بیشتر شد و سراغ حتی طراحی داخلی هم رفتین که چه بسا باز هم خیلی بهتره، چون هر چقدر علم شما بالاتر باشه، چه آکادمیک چه از نظر تجربی، مسلما گرفتن پروژه ها براتون آسون تره، انجام دادنش آسون تره و خب چه بسا درآمد خیلی خوبی هم خواهید داشت. و اینکه در مورد هر دو رشته چه مهارت‌های مشترک و لازمه، اول از همه خب مسلماً اینکه علاقه داشته باشین، سلیقه، چیزی که گفتم، علاقه به زیبایی شناسی، روانشناسی رنگ ها داشته باشین، مهارت و اینکه درک بالایی از تغییر فضا داشته باشین، اینکه متریال ها رو خیلی خوب بشناسین، کجا چه متریالی به کار میره، رنگ بندی ها رو باش آشنا باشین و البته اولین و مهمترین نکته و مهارت اینه که شما به نرم افزارهای مربوط به این رشته، یعنی نرم افزارهای طراحی، مسلط باشین که توی یک ویدیوی جداگونه حتما در مورد نرم افزارها آشناییشون و حتی چه نرم افزاری برای حالا کدوم بخش بهتر، همه اینا براتون صحبت میکنم توی یک ویدیو جداگونه. و این رو بدونید که اگر کسی هستین که خیلی برای ارتباط با انسانها خیلی علاقه دارین، تغییر فضا رو خیلی دوست دارین و اینکه دستی به دکوراسیون و دیزاین دارین، حتما دنبال این رشته ها برین، در موردش تحقیق کنید، علاقه و استعدادتون رو پیدا بکنید و چه بسا که حتما آینده کاری خوبی در انتظارتون خواهد بود. این یک تعریف خیلی کلی و ساده از دو در واقع رشته کاری متفاوت ولی همکار بود که 100% طراحان و دکوراتورهای داخلی عذر میخوام میتونن با هم دیگه همکاری خیلی خوبی داشته باشن. فقط اینکه این نکته رو بدونید که هر دکوراتور داخلی نمیتونه طراح داخلی باشه و موقع انجام یا موقعی که دنبال این هستین که تغییری در فضای مورد نظرتون هر چقدر هم کوچیک باشه ایجاد بکنین، حواستون باشه که سراغ کدوم یکی از این تخصص ها میرید. دوستان، این ویدیوی کوتاه امیدوارم که کمکتون کرده باشه. ممنون میشم که من رو در پیج اینستاگرامم فالو بکنید، اونجا هم ریلزهای آموزنده خیلی خوبی براتون میذارم، حتما به دردتون میخوره. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، کامنت بذارید و تا ویدیوی بعدی خدا یار نگهدارتون باشه.